درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتاری 29. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخار وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. دایره ادبی خطلان زمین در عصر 19 و ابتدای عصر 20 شاعران زیادی را به کمال رسانیده است. اکثر آنها در بخارا تحصیل کرده سپس به زادگاه خود برگشتند و به حیات ادبی خطلان وارد گردیدند. ناصح کولابی، حاجی حسین کنگورتی، رحیمی، حاجی محمود خواجه بلجوانی، ملا رجب، میرزا قدم مجرم راغی، میزراب خان خاطری و باز بسیار دیگران از آن جملند. این شاعران در رشد و تکامل ادبیات این دوره حصه بی‌نظیر خویش را گذاشته با آثار گرانبهای خود در بلند بردن ذوق معنوی اهل جامعه تأثیر مثبت رسانیدند. مخمس مستریب بر غزل قصیده شاهین در مدح دانش. کاتب در سرلوحه این مخمس چنین آورده است: شاهین به احمد مخدوم اوراقی منجم و دانش تخلص ملقب به احمد کله زیاده معتقد بوده. بعد از این که افضل مخدوم محرری پیرمستی با وجود نسبت شاگردی حرمت استازی را فرو گذاشته، با اقتضای طبیعت شاعری لب به هجو دانش کشوده، شاهین قصیده غرا در مدح دانش سروده، مذمت افضل را نموده. مستریب جنیدالله مخدوم که یکی از مخلصان احمد مخدوم دانش بوده، در باب هجو کم کسی از تیر زبانی او رسته است، آن قصیده شاهین را مخمس کرده است. به
ظن و وهم و بیلم و بیلا و ریب و شک، باشد تو را وقوف ز آمد شدی ملک. طبعی تو انگبینی کرامات را چلک، ای یک ورق ز دفتری فضلی تو نه فلک. صیتی کمالی تو ز سما رفته تا سمک. باشد ثواب آنچه تو را در خیال رفت، رفتی به منزلی که در او دانیال رفت. در صدق این مقال بسی قیل و قال رفت، هر دعوی که از تو به فضل و کمال رفت. برجیس مهر کرد و اتارید نویشت سک. ذاتی تو هست مخبری اسرار نه سپیر، پی برده‌ای ز علم به آثار نه سپیر. دانسته‌ای مراتب ادوار نه سپیر، افزای هفت اختر و اطوار نه سپیر. بر دانشی بلندی تو پیداست یک به یک. ای دفتری رموزی حکم را نموده طی، در شاه راه عالمی اسرار برده پی. آوازه کمال تو بگرفته روم و ری، ای فطرتت به سینه چو در آبگینه می. وی نکتت به خامه چو در باب زن گزک. هر کس که هست منکری فضلی تو ناکس است، در چشم اعتبار وجودش کم از خس است. هان صورتت به گوهری معنی مجنس است، نسبت تو را به احمدی مرسل همین بس است. کین نام نیک بین تو و اوست مشترک. از بس که پاک دینی و قلبت مطهر است، نامی خوشت به منزلی مقصود رهبر است. نیکی نام و فضلی خداوند اکبر است، چون اتحاد اسم و مسما مقرر است. گر خوانمش پیمبری آخر زمان چی شک. وز ندرتی صنایعی تو عقل گشت لال، هر یک ز هم عجیب بود کیمیا مثال.
داده خدای ذاتی تو را این همه کمال. دیدم نوادری تو و از صفحه خیال، کردم وقایعی حکمای گذشته حک. نوادیر به معنی نوادر الوقایع احمدی دانش در نظر است. توجه کنید، دیدم نوادری تو از صفحه خیال، کردم وقایع حکمای گذشته حک. از رقعه‌های وصف تو آفاق پرنوید، سازد خدای حکمتی تو دم بدم مزید. از توست راه حکمتی یونانیان پدید، بر گنج و سیر فکری گوهر سنج تو کلید. بر نقد فکر طبع سخندان تو محک. آن کو نبود به مرتبه نعلی تو را شیراک، تو در فضای چرخی و او در نشیب خاک. نسبت در این میان زی سما بود تا سیماک، گر لاف افضلی به تو زد ابله چی باک. تنبوری اعتباری تو را کو بود خرک. نارد بروی کار چو تو چرخی چنبری، ختم است بر تو فضل و به حضرت پیمبری. جامی جمی و لوحی صفایی سکندری، ارباب فضل با تو نیارند همسری. کانجا عقاب حمله برد چون کند چکک. ارباب فضل را ز کمالی تو سینه ریش، بینهاده بارها محکی امتحان به پیش. گردیده منفعیل ز خجالت به فکر خویش، شعری ملیح گر کشمت صد جمازه پیش. سهل است با تو چون به قراکوریان نمک. با حرز شیر از تن خورشید تبره بود، بهرام را تپانچه بروخ زد سلبره بود. از چنگ زهره آلتی لوح و طرب ربود، شاهین که خامش ز عطارد قصب ربود. چرخش زند
به عزم مدیحی تو حیت لک. حیت لک به معنی اینجا بیا. شاهین که خامش زی اتارید قصبره بود، چرخش زند به عزم مدیح تو حیت لک. مدح تو نیست لایقی هر مردی بوالفضول، از ابلهی به دانش تو کی رسد جهول. عنقا کجا به دام کبوتر کند وصول، از چنبری خیال بپیچد سری نزول. مدح تو چون کبوتری یابایی از کتک. ای افضل الافاضل رأس المهندسین، فضل خدا همیشه به ذاتت بود قرین. توجه کنید. ای افضل الافاضل رأس المهندسین به معنی بهترین فاضلان و سری مهندسان. ای افضل الافاضل رأس المهندسین، فضل خدا همیشه به ذاتت بود قرین. آید بری تو تحفه زی حکام هند و چین، یا رب فروغ ذاتی تو ماناد بر زمین. جاوید چون طلیعه خورشید بر فلک. در عالمی فنا نخورد از حیات بر، یک بارگی ز دفتری هستی شود نظر. روح خبیث او به جهنم کند مقر. هر خیره سر که با تو شریری کند چو خر، هر تیره دل که با تو بخیلی کند چو سگ. در سال و ماه و هفته نبیند رخی پلو، عمرش شود تمام به تحصیل نان و جو. دایی بساط خانه او باد در گرو، از طبع سرد خویش شود همچو خر کتو. وز خوی گرم خویش کند همچو سگ تلک. ای مضطرب
مکن تو دیگر یاد مضطریب. بادا ز اضطراب تو آزاد مضطریب. بادا همیشه بنده ناشاد مضطریب. هر جا حسود هست تلف باد و مضطریب. شاشد به جام خواب و رید بر سری توبک. ترجیع بند و ترکیب بندها. ترجیع بند. چنانه از سرلوحه این ترجیع بندی شوخی آمیز معلوم می شود، فی مدحه حسب ما امره، آن در مدح امیر و با امر خود او گفته شده است. زنی همسایه که خوبیش فزون بود ز حد، بر لب بام چو سروی چمن افراخته قد، کرده چون مهر ببر خلعتی کافوری صنع، از تن افکنده چو آینه برون دلق نمد. هر طرف چرخ زنان با زنی همسایه خیش، داشت گاه سخن از پاغه و گاه ز سبد. نغمی طعن و ملامت به سرش از مردم، نه ز شوهر به دلش واهمه مشت و لگد. گفتم ای لاله مدو بر لب هر بام چو ماه، که مبادا شودت نامی نکو شهره به بد. گفت در خانه چیسان زنده توان رست کنون، که ز گرمی هوا مرده نخوابد به لحد. گفتم ای غره به گرمای زمستان گشته، جدی و دلو به خود ساخته جوزا و اسد. هیچت از مردمی دیرینه نیاید در گوش، مگر این نکته دیرینه ارباب خرد. هوت اگر هوتی کند مردم در قوتی کند. گفت ای ساده برو بیشم از این قصه مخوان، عبس از طعنه مکش بر سر من تیغ زبان. این نه عهدی است که آید ز زمستان سردی، وین نه عصر است که گرمی رسد از تابستان. نکند پرتو خورشید مگر چاره کار، بس بود سایه اقبال شهنشاه جهان. آفتابی است که از اوج شرف بر سر خلق، گر سپهر است دیگر خاک بتابد یکسان. همه پرورده فضلش چی فقیر و منعم، همه آسوده عدلش چی گدا و سلطان. پادشاهان همه آرند به دربارش باج، گرچه اسکندری عهدند و سلیمانی زمان. گر سواره
سوی میدان رود آید به نظر، آفتابی فلکش صورتی گوی و چوگان. نکته مردمی دیرینه در این دور چنان گشته افسانه که خوانند به شوخی طفلان. هوت اگر هوتی کند کمپیر در قوطی کند. ای شهنشاهی فلک مسندی خورشید افسر، مشتری طلعتی مه حشمتی انجم لشکر. گشته فغفور مطیع تو و قیصر تابع، گشته اقبالی غلامی تو و دولت چاکر. نبود چون تو به اورنگ جلاست صاحب، نبود چون تو در اقلیم عدالت سرور. چون تو در گلشن اقبال نروییده گلی، چون تو از مادری اقبال نزاییده پسر. نسزد غیر تو را تاج شهامت بر فرق، نسزد غیر تو را خلعت شاهی در بر. بجز از دست سخایی تو نبخشد زر کان، چشمه لطف تو گرداد نشان اهل بهشت. تر نسازند لبی خود به زلالی کوثر. باد قهرت وزدر بر سری بانوی حجیم، بجز این نکته نیارد به زبان حرف دیگر. هوت اگر هوتی کند کمپیر در قوطی کند. ای که از شاهدی بختی تو بدین لطف کمال، نتوان یافت دری آینه گیتی تمثال. فتنه در خطه اصلاح تو وهمی است خطا، ظلم در کشور عدلی تو خیالی است محال. کرده خم قامت خود از سری گردون عمری است، تا که بر نعلی سمندی تو دهد بوسه هلال. بارگاهی تو توان کعبه اسلامش خواند، کاید از غلغله کوسی تو آوازی بلال. گشته از بیم تو هم خانه به هم پشه و فیل، گشته از خوف تو هم خانه به هم شیر و شغال. بس که لطفی تو عمیم است چه حاجت به طمع، بس که احسانی تو عام است چه حاجت به سوال. کرده سر تا سری آفاق ز مه تا ماهی، پرتوی مهری وجودی تو ز بس مالامال. پیرزالان جهان را نشود باوری طبع، این سخن گرچه شده شهره در افواه رجال. هوت اگر هوتی کند کمپیر در قوطی کند. شنوندگان ارجمند، شما گفتار 29 را از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.